مایکل بری دیوونه ترین تریدر 2008 بود. شما برید فیلم د بیگ شورت رو ببینید. یه آدم به شدت درونگرا، ساکت، شلخته. بری مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سایون کپیتال بود. این آدم سالهای زیادی بازار رو به سبک استاد ارزش‌گذاری بنجامین گراهام با یه وسواس وحشتناکی زیر ذره‌بین داشت. وقتی رو وامای ساب پرایم داشت تحقیق میکرد، دید بانک‌ها دارن به هر کی از راه میرسه وام میدن. مردم هم فکر میکردن این واما مثل طلا بدون ریسک. اما این آدم دیوونه یه تحلیل خیلی عجیب غریب داشت برخلاف کل دنیا. همش به سرمایه‌گذارا میگفت این واما مثل بمب ساعتی خیلی بزرگه. نرخ بهرهشون قطعاً بالا میره و مردم نمیتونن قسطشون رو پرداخت کنن. همه هم در جوابش میگفتن ارزش بازار مسکن همیشه بالا میره، محاله بریزه. بری در نهایت یه تصمیم خیلی جسورانه گرفت. با یه سری بانک‌های بزرگ مثل گلدمن ساکس قرارداد سوپ نکول اعتباری بست که اگه این وام سوخت شد و مردم نتونستن قسطاشون رو بدن سود کنه. ولی این کارش خیلی گرون بود. سرمایه‌گذاراش هم وقتی اینو فهمیدن خیلی عصبانی شدن. میگفتن تو داری پول ما رو دور میریزی. تا سال 2008 که دقیقاً پیش‌بینی بری اتفاق افتاد که نرخ بهره این واما بالا رفت، مردم نتونستن قسطاشون رو بدن و خونه ها مصادره شد. در نهایت وال استریت با بحران روبرو شد و پاییز همون سال لمن برادرز با 619 میلیارد دلار بدهی ورشکسته شد و بری تنها کسی بود که تونسته بود درست پیش بینی کنه. صندوقش 700 میلیون دلار و خودش 100 میلیون دلار سود کرد. بحران 2008 و تمام اتفاقاتی که اون سال تو وال استریت افتاد و تو پست قبلی کامل توضیح دادم. من شایانم و تخصصم ترید و بازارهای مالیه و تو پیجم کلی داستانا و آموزش‌های باحال راجع به این کار برات تعریف میکنم. منو فالو کن که گمم نکن.